سلام دوستان گل، خسته نباشید. آقا اگه شما هم میخواید موتور کولرآبی بخرید، یه وقت به اشتباه تهیه نکنید یا خدای نکرده سرتون کلا نذاره، این پستو ببینید به نفعتونه. آقا ما تو موتور کولرآبی 3 مدل موتور داریم. موتور 1/3 که برای کولرهای 3500، موتور 1/2 برای کولرهای 5000، موتور 3/4 برای کولرهای 7000. آقا نحوه تشخیصش چجوریه؟ آقا موتور 7000 خازن داره، اگه خازن نداشت نخرید آقا خازن باید داشته باشه. موتور 1/2 که 5000 با 1/3 که 3500 فرقشون به استاتور داخلشه. نکنید استاتور داخلی این بزرگتره، نکنید از سر استاتور معلومه، تاش نکنید سیم پیچ معلومه، ولی تو 1/3 نگاه کنید سیم خیلی توه، مثل اینجا نگاه کنید 1/3 1/2 یا علی